ای چرخی بلندی پیر بگشای مرا زنجیر. ای چرخی بلندی پیر بگشای مرا زنجیر. خواهم که برون آیم از این قفس دلگیر. آواز خدا دادی از شهر کران آمد، گویا که مناجات است از پیرگهی پامیر. درود بر شما دوستان گرامی، امیدوارم هر کجا که باشید شاد و خرم هستید. من مینوی مرجو هستم از تاجیکستان ورجاوند. چگونه که شما آگاهید، کتاب دومی آموزگار مهر و خرد مهریار مهرآفرین با نام از نوروز تا کاخ نوروز در تاجیکستان سپنتا روی چاپ برآمد و میخواهم براتون یک چند ویژه از این کتاب مقدس پیشکش کنم. کاخ نوروز گرچه بینای نوین است، اما پای و بنیاد و خیشت‌های زیرین این ارگ خیالانگیز در دل تاریخ بنا نهاده شده است. هر نقش و نگاری تو یک فلسفه دارد، آن سوتری تاریخ هرچند جوان هستی. مردمان تاجیک به نرمی و زلالی آب هستند و به سختی و استواری صحراهای و سنگ‌های کوهستان‌های این کشور. کاخ نوروز در تاجیکستان بزرگترین دانشگاه مهندسی جهانی فرهنگ، هنر و دانش و تمدن و در یک سخن عشق و خرد است که تاریخ بیش از 8000 ساله مردم فراموش شده را در برابر دیدگان همه جهانیان به نمایش گذاشته است. کاخ نوروز یک دانشگاه بزرگ فرهنگ ساز است که سرنوشت یک مردم را به سرشت و زاد آنان گره میزند و سه پهلوی زندگی، کیستی، چیستی، هستی، مردم گزن خورده و آسیب دیده را با هم جوش می دهد و مغزها را با آخشیج نایاب مهر و خرد آشتی می دهد تا فرزندان این مرز و بوم پگاه رهایش را ببینند. کاخ نوروز یادمان مهرکاری، فرهنگسازی، هنرآفرینی و تاریخ نگاری دولت مردمی و آریابودی تاجیکستان آزاد و آباد در بستر زمان است. کاخ نوروز نشان درخشش گوهر بنبود آریامندی مردم تاجیکستان سپند است. کاخ نوروز به ما می‌آموزاند تاریخ ما آینده ماست، گذشته ما سرنوشت ماست. تا تاریخ راستین بر ما روشن نشود، آینده ما تاریکتر از همیشه خواهد بود. ای کاخ بهین نوروز، ای دادگهی مسکین. ای کاخ بهین نوروز، ای دادگهی مسکین. درهای تو بر روی درمانده بشر باز است. شاهراهی حقیقت نیز